چون در آستانه نیمه شعبان هم هستید باز این خاطره یادم اومد. در مدینه لابد رفتید، یه قصر الدخیل داریم، یه فندق الدخیل. فندق الدخیل راست قبرستان بقیع. شب نیمه شعبان من اونجا بودم، طبق پایینش پاساژ مغازه، روش غذاخوریه، از طبق دوم به بالا مسافره. من رفتم رو پاساژ طبق دوم غذا بخورم. یه مرتبه یادم افتاد امشب شب نیمه شعبانه. گفتم برم پایین یه چند تا پیراهن بخرم، پیراهن خودنویس چیزی، برم پلو آشپزا. اون زمان آشپزخونه متمرکز نبود، تو هتل‌ها غذا می‌پختن. برم بگم امشب شب تولد آقا امام زمانه، یکی از پیراهن میخوام به شما عیدی بدم. تصمیم گرفتم، فهمیدم پول ندارم. ندارم دیگه. غذا خوردم، نمیدونم 20 دقیقه شد یا نه، یکی اومد بغل من نشست، گفت حاج آقا آشپزا میان از شما تشکر میکنن، چیز نگی. گفتم برای چی از من تشکر کنن؟ گفت اینجا نشسته بودم به دلم الهام شد برم پایین مقدار پیراهن خودنویس و اینا بخرم، برم پلو آشپزا بگم امشب شب نیمه شعبان عیدیه. منتظر نمیگرد بگم من عیدی ام. خان گفت یکی از زوارا عیدی داد. اگه بگم قرائتی عیدی داد اینا بیشتر خوشحال میشن. من به نیت تو به اسم تو دادم، حالا اگر اومدن تشکر کردن شما چیزی نگو، من آبروم میریزه. من موندم، گفتم مهدی جون کی هستی تو کی هستی که من نیت میکنم یه کاری بکنم ابرباد و مه و خورشید رو به کار میندازی تا این نیت هم بشه. حضرت مهدی همچی مهدیه. ما به قول مقام معظم رهبری صاحب داریم، واقعا هم صاحب داریم. حدیث داریم اگر دعای من، حضرت مهدی فرمود، یه حدیث دیدم من روزی 100 بار به شما دعا میکنم و اگر دعای من نبود دشمنا شما رو قورت میدادن. تو دورمون شما نگاه کن، ترکیه لایکه، پاکستان نمیدونم وهابی توشه، افغانستان چجوره، کشورهای پایین هم که کارمون ندارن، قطر و بحرین، اینا پادگان آمریکاست. دورمون آمریکا گرفته. ما تو آتش زندگی هستیم. ما مهدی داریم و صاحب داریم.